امروز اومدیم با GPP طالع بینی کنیم. خوبی‌های متولدین هر ماه رو به ترتیب میلادی میگیم. دی، متولدین ماه دی، جدی و هدفمند در زندگی، مسئولیت پذیر و قابل اعتماد. بهمن، ذهن باز و خلاق، انسان دوست و آزادی طلب. اسفند، مهربان و همدل با دیگران، تخیل قوی و روحیه هنری. فروردین، پر انرژی و شجاع در شروع کارهای جدید، صادق و رک در بیان احساسات. الف، اردیبهشت، صبور و اهل پشتکار، عاشق لذت‌های زندگی مثل غذا و طبیعت. خرداد، اجتماعی و خوش صحبت، ذهن خلاق و پرایده. تیر، خانواده دوست و وفادار، عاطفی و مهربان با اطرافیان. مرداد، با اعتماد به نفس و رهبر ذاتی، بخشنده و با قلب بزرگ. شهریور، دقیق و منظم در کارها، دلسوز و کمک کننده. مهر، اهل صلح و تعادل، خوش سلیقه و زیبایی دوست. ابان، عمیق و پرشور در روابط، با اراده و مقاوم در برابر سختی‌ها. آذر، ماجراجو، اهل سفر، خوشبین و پر انرژی. لایک و ساب فراموش نشه.